قانون توانگری. آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. یکی از بزرگترین پیام‌هایی که کتاب مقدس به تبار آدمیان داده این است که خدا روزی رسان آدمی است و انسان با کلامی که بر زبان می آورد می تواند هر آنچه را که حق الهی او است به عینیت و تملک درآورد. هرچند باید به کلامی که بر زبان می آورد ایمان کامل داشته باشد. اشعیاء نبی گفت همچنان کلام من که از دهانم بیرون آید خواهد بود. نزد من بی ثمر باز نخواهد گشت. آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد شد. اکنون می‌دانیم که واژه‌ها و اندیشه‌ها دارای امواجی بی‌نهایت نیرومندند که همواره به تن و چارچوب امور آدمی شکل می‌بخشند. زنی آشفته و پریشان نزدم آمد و گفت که قرار است 15 ماه برای مبلغ $3000 تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. هیچ راهی نیز برای به دست آوردن این پول به نظرش نمی رسد و سخت ناامید است. به او گفتم که خدا روزیرسان و خزانه غیبی اوست و برای هر تقاضایی عرضه‌ای هست. پس کلام لازم را بر زبان آوردم و خدا را شکر کردم که این زن در وقت مقرر و از راهی درست این $3000 را دریافت خواهد کرد. به او گفتم که باید ایمان کامل داشته باشد و ایمان کامل خود را در عمل نشان دهد. 15 ماه آمد اما هنوز از پول خبری نبود. زن در تماس تلفنی از من پرسید که چه باید بکند. گفتم امروز که شنبه است پس امروز آنها نمیتوانند تو را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. تنها وظیفه‌ات این است که چون یک ثروتمند عمل کنی و در پناه این رفتار ایمان کامل خود را به این که تا دوشنبه این پول را خواهی گرفت نشان بدهی. از من خواست با او نهار بخورم و شهامتش را حفظ کنم. در رستوران که به او پیوستم گفتم اکنون وقت صرفه‌جویی نیست. غذایی گران سفارش بده و طوری رفتار کن که انگار پیشاپیش $3000 را گرفته ای. آنچه در عبادت می طلبید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. باید چنان رفتار کنید که گویی پیشاپیش آن را ستانده اید. صبح روز بعد دوباره به من تلفن کرد و از من خواست که تمام روز را با او بگذرانم. گفتم نه، تو در پناه خدایی و خدا هرگز دیر نمی کند. عصر همان روز هیجان زده تلفن کرد و گفت عزیزم معجزه‌ای رخ داد. امروز صبح در اتاقم نشسته بودم که زنگ در به صدا درآمد. به دخترک خدمتکار گفتم کسی را راه نده. دخترک از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت پسر عموی شماست، همان که ریش بلند سفید دارد. گفتم صدایش کن، میل دارم او را ببینم. داشت از سر کوچه میپیچید که صدای خدمتکار را شنید و برگشت. ساعتی صحبت کرد و درست همان وقت که برخاسته بود برود رو به من کرد و گفت راستی وضع مالیت در چه حال است؟ به او گفتم که به $3000 احتیاج دارم. او هم گفت ناراحت نباش عزیزم، اول ماه $3000 به تو میدهم. اما من میل نداشتم به او بگویم که مورد پیگرد قانونی قرار خواهم گرفت. حالا هم نمیدانم چه باید بکنم، چون تا اول ماه که پولی دستم نمی آید، در حالی که فردا آن را لازم دارم. گفتم به شفا و شفاعت ادامه میدهم. آنگاه گفتم جان جانان
آنگاه گفتم جان جانان هرگز دیر نمی کند. خدا را شکر که این زن در عرصه غیبی این پول را ستانده و به موقع خود در عرصه عینی نیز آن را خواهد ستاند. صبح روز بعد پسر عمویش به او تلفن کرد و گفت امروز صبح به دفترم بیا و پول را بگیر. آن روز بعد از ظهر زن $3000 در حساب بانکیش پول داشت و با شتابی هماهنگ با هیجانش به نوشتن چک‌های لازم سرگرم بود. اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است. مثلا مردی نزدم آمد تا برایش شفاعت کنم که قرض خود را بپردازد. اما پی بردم که او تمام مدت نقشه می‌کشد که اگر نتواند قرض خود را بپردازد چه پاسخی بدهد و در نتیجه کلام مرا خنثی می‌کرد. حال آنکه او باید خود را در حال پرداخت قرض می‌دید. کتاب مقدس درباره این موضوع تصویری شگفت‌انگیز ارائه می‌دهد. حکایت 3 پادشاه که بدون ذره‌ای آب برای افراد و اسب‌هایشان در بیابان مانده بودند با الیاس نبی مشورت کردند و او این پیام حیرت انگیز را به آنها داد. خداوند می‌فرماید آنگاه که اثری از باد و باران نمی‌بینید این دره را از گودال‌ها پر کنید. درست هنگامی که انسان کوچکترین نشانه ای از آنچه طلبیده است نمی‌بیند باید برای آن تدارک ببیند. مثلا همان سالی که نیویورک گرفتار کمبود شدید مسکن بود، زنی باید خانه ای پیدا می کرد. البته همه آن را امری محال می دانستند. دوستانش با تأسف به او می گفتند واقعا چه حیف که مجبوری اساسیت را در یک انبار بگذاری و در هتل زندگی کنی. اما او پاسخ می داد لازم نیست به حال من دلسوزی کنید. من ابرمردم و خانه دلخواهم را پیدا خواهم کرد. مدام این عبارت را تکرار می کرد که جان لایتناهی راه را برای آن خانه ای که برایم می خواهی بگشا. او یقین داشت که برای هر تقاضا عرضه ای هست و چون در عرصه معنویت کار می کرد شرط و شروطی نمی گذاشت و می دانست آن کس که با خدا است در موضع قدرت ایستاده. فکر افتاده بود که چند پتوی نو بخرد، اما همین که شیطان توی جلدش رفت و دچار وحشت شد یا همین که ذهن استدلالی ندا در داد پتوها را نخر، شاید نتوانی خانه ای گیر بیاوری و این پتوها روی دستت بماند. فوری به خود تشر زد که من با خریدن این پتوها گودالهایم را حفر می کنم و به این طریق برای خانه خود تدارک دید. پس او چنان عمل می کرد که گویی پیشاپیش صاحب خانه است. به گونه معجزه آسان نیز خانه پیدا کرد. با وجود 200 متقاضی دیگر آپارتمان به او داده شد. پتوها که نمایانگر ایمان فعال بودند کار خود را کردند. نیازی نیست بگوییم گودال‌هایی که آن 3 پادشاه در بیابان کندند نیز از آب لبریز شد. امور را با چاشنی معنویت به نوسان درآوردن برای شخص عادی آسان نیست. اندیشه‌های منفی آکنده از تردیدها و ترس‌ها از ذهن نیمه هوشیار سر برمی‌کشند. اندیشه‌های منفی آکنده از تردیدها و ترس‌ها از ذهن نیمه هوشیار سر برمی‌کشند. اینها لشکر بیگانگان هستند که باید تار و مار شوند. اکنون در میابیم که چرا معمولاً
پیش از سحر اینقدر تاریک است. اغلب پیش از موفقیتی بزرگ اندیشه های عذاب دهنده می آیند. هرگاه جمله ای سرشار از حقیقت معنوی والایی را تکرار می کنیم، معتقدات قدیمی ذهن نیمه هوشیار را به مبارزه می طلبیم. از این رو خطا عیان می گردد تا به دور افکنده شود. در این هنگام است که باید پیاپی عبارات تأکیدی سرشار از حقیقت را تکرار کنیم و شاد و شاکر باشیم که پیشاپیش خواسته خود را ستانده ایم. پیش از آنکه بخوانند پاسخ خواهند داد. پس هر موهبت عالی و دلخواهی پیشاپیش در انتظار انسان است. بادا که آدمی آن را باز شناسد. انسان تنها آن چیزی را میتواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. به قوم یهود گفته بودند تمامی زمینی را که میبینند میتوانند دارا باشند. این حقیقت درباره همه افراد صادق است. هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رؤیا یا دیده خیال می‌بیند. هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم بر نداشتن از آن تصویر به وقوع می‌پیوندد و معمولاً درست پیش از کامیابی عظیم دلسردی و شکست ظاهری از راه می‌رسد. هنگامی که قوم یهود به ارض موعود رسیدند می‌ترسیدند وارد آن شوند. می‌گفتند زمین پر از غول‌هایی است که انسان خود را در برابر آنها چون ملخ می‌پندارد. و در آنجا جباران را دیدیم و ما در نظر خود چون ملخ بودیم. این تقریباً تجربه همه آدمیان است. هرچند انسان آگاه از قانون معنویت از ظاهر امور آزرده نمی شود و زمانی که همچنان در اسارت است شادی می کند. یعنی از رویای خود چشم بر نمی دارد و شکر به جای می آورد که به مراد خود رسیده است و حاجت خود را پیشا پیش ستانده است. بهترین مثال را عیسی مسیح ارائه داد. به شاگردانش گفت آیا شما نمیگویید که 4 ماه دیگر موسم درو است؟ اینک به شما میگویم نگاه کنید و مزرعه ها را ببینید، زیرا که همکنون برای درو سفید شدند. بینش روشن او در دنیای ماده نفوذ میکرد و عالم 4 بعدی را به روشنی میدید. حقیقت امور را از دیدگاه ذهن الهی. پس انسان همواره باید به غایت سفر خود چشم بدوزد و چنین بطلبد که آنچه پیشا پیش ستانده به صحنه درآید. حال خواسته اش سلامت کامل باشد، خواه محبت، خواه نعمت، خواه خانه، خواه دوستان و یا بیان کامل نفس. همه اینها آرمان‌هایی هستند در منتهای کمال که در ذهن الهی یا همان هوشیاری برتر خود انسان نقش بستند و قرار نیست نزد او بیایند. اینها باید از طریق او آشکار شوند. مثلا مردی نزدم آمد تا شفاعتی کنم که موفق شود. چاره ای نداشت جز اینکه تا تاریخی معین برای شروع کارش $50,000 به دست آورد. هنگامی که نومیدانه نزد من آمد محدودیت زمانی به سر آمده بود. نه شریکی پیدا کرده بود تا بتواند از سرمایه گذاری او استفاده کند و نه بانک تقاضای وام را پذیرفته بود. گفتم به گمانم در بانک از کوره در رفته ای و از این رو اقتدار خود را از دست دادی. چون اگر بتوانی خود را مهار کنی آنگاه خواهی توانست عنان هر وضعیتی را در کف اختیار بگیری. و افزودم بسیار خوب، تو به بانک بازگرد، من هم شفاعت میکنم. و شفاعتم بر زبان آوردن این کلام بود.
تو در محبت با جان یکایک کسانی که با این بانک در ارتباطند یگانه ای. پس باشد تا سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید. پاسخ داد: خانم عزیز، شما درباره امری محال صحبت می کنید. فردا شنبه است و بانک ساعت 12 تعطیل می شود. قطار هم که زودتر از ساعت 10 مرا به آنجا نمی رساند. فردا نیز آخرین مهلت من است. آنها هم که در هر صورت وام نمی دهند. تازه حالا دیگر خیلی دیر شده است. گفتم: خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند. ضمناً برای کسی که با خداست همه چیز میسر است. و افزودم: من کوچکترین اطلاعی از کسب و کار ندارم، اما از کار خدا خوب سر در می آورم. گفت: اینجا پیش شما که می نشینم و به حرفایتون گوش می کنم همه چیز عالی است، اما همین که پایم را بیرون می گذارم وحشتناک است. در شهری دور زندگی می کرد و 1 هفته از او بیخبر بودم تا نامه ای رسید که در آن نوشته بود: حق با شما بود. پولی را که لازم داشتم به دست آوردم و دیگر هرگز در حقیقت آنچه به من گفتید شک نخواهم کرد. چند هفته بعد او را دیدم و پرسیدم: راستی چطور شد؟ اینطور که پیداست خیلی هم فرصت داشتی. پاسخ داد: قطارم گیر کرد و درست 11:45 آنجا رسیدم. آهسته وارد بانک شدم و گفتم برای وام آمدم. آنها هم بی آنکه چیزی بپرسند وام را پرداختند. 15 دقیقه آخر به او اختصاص داده شده بود و جان لایتناهی دیر نکرده بود. در این مورد مرد به تنهایی نمیتوانست به خواسته خود برسد و به کمک نیاز داشت تا از هدفش چشم بر ندارد و منصرف نشود. این است آنچه انسانی در حق انسانی دیگر میتواند بکند. عیسی مسیح از این حقیقت باخبر بود و به همین دلیل بود که گفت: هرگاه 2 تن از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، همانا از جانب پدر من که در آسمان است برای آنها انجام خواهد شد. آدمی به مسائل خود بیش از اندازه نزدیک می شود و از این رو تردید می کند و می ترسد. دوست یا شفادهنده به روشنی موفقیت و سلامت یا برکت و ثروت را برای او می بیند و هرگز دچار تزلزل نمی شود، چون بیش از اندازه به آن وضعیت نزدیک نیست. به عینیت درآوردن خواسته برای دیگری به مراتب آسانتر از به عینیت درآوردن خواسته برای خویشتن است. از این رو اگر کسی احساس می کند دچار تزلزل شده است، هرگز نباید در طلب کمک تردید روا دارد. روزگاری یک ناظر دقیق زندگی گفت: هیچ انسانی نمیتواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد. چون این است قدرتی که در بینش نهفته است و چه بسیارند انسانهای بزرگی که موفقیت خود را مدیون همسر، خواهر یا دوستی بودند که به آنها اعتماد داشتند و لحظه ای از این اعتماد یا آرمان دست نکشیدند.